بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع NFC استاد عارض فتاحی، دانشجو لیلا زارعی. فهرست مطالب: آشنایی اولیه، انواع مختلف انتقال داده، کارایی، مزایای NFC، نقاط ضعف NFC، شرکت‌هایی که از NFC استفاده می‌کنند، فیلم‌های مربوط به NFC. آشنایی اولیه: یکی از منطقی‌ترین راهکارهای افزایش سرعت پرداخت و کاهش هزینه‌ها در دنیای امروز استفاده از سیستم‌های پرداخت الکترونیک به جای پول نقده. استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان یک گزینه گرچه فراگیر است، اما برخی مشکلات امنیتی آن خصوصا هنگام وارد نمودن رمز عبور متخصصان را بر آن واداشته که سیستمی امن بر پایه تکنولوژی جدید ارائه نمایند. بدین منظور تکنولوژی NFC به وجود آمد که البته فقط یکی از کاربردهای آن پرداخت الکترونیکی. NFC چیست؟ NFC کوتاه شده عبارت Near Field Communication به معنای ارتباط نزدیک و توسعه یافته تکنولوژی RFID با دامنه کوتاه‌تر از آن است. NFC در رده ارتباطات بیسیم قرار می‌گیرد که اگر دو دستگاه از آن بهره‌مند باشند میتونن بدون اتصال هر گونه سیم به تبادل داده با یکدیگر بپردازند. آشنایی اولیه: یک تراشه قابل نصب در یک دستگاه تلفن یا وسایل دیگر فناوری NFC یک ارتباط رمزگذاری شده بیسیم با برد کوتاه در فاصله 10 سانتی متر و کمتر از آن است که در باند فرکانسی 13.56 مگاهرتز توانایی تبادل اطلاعات به سرعت 424 کیلوبایت بر ثانیه به صورت میانگین رو داره. در این حالت اینترفیس NFC موجود در دستگاه‌ها به صورت خودکار تنظیمات مورد نیاز را انجام می‌دهد و ارتباط به صورت پیر تو پیر بین دو دستگاه برقرار می‌گردد. انواع انتقال داده: فعال، غیر فعال. یک دستگاه فعال اکتیو قادر است فرکانس رادیویی خود را تولید و به محیط اطراف ارسال کند. در مقابل یک دستگاه غیر فعال پسیو توانایی تولید این امواج را نداشته. از امواج تولیدی دستگاه مقابل استفاده می‌کند. بهتر از دستگاه‌هایی که از باتری داخلی بهره می‌گیرند در حالت غیر فعال قرار داشته باشند تا نیازی به مصرف انرژی داخلی نباشد. از این رو پروتکل موجود در NFC می‌تواند حتی در زمانهایی که تلفن همراه خاموش است نیز کار خود را ادامه بده. ارتباط بین دو دستگاه فعال رو یک تبادل فعال و ارتباط بین دو دستگاه غیر فعال رو یک تبادل غیر فعال می‌نامند. 3 ویژگی کلی: قابلیت استفاده به جای کارت‌های غیر تماسی موجود، به عنوان ریدر برچسب‌های غیر فعال RFID با توجه به اینکه NFC صورت تکامل یافته RFID است، برای پرداخت‌های بیسیم به سخت افزار جدید و خاصی نیاز نخواهد داشت، هم خواننده و هم فرستنده. با وجود این فناوری حالا 3 راه برای برقراری ارتباط وجود دارد: اتصال از طریق بلوتوث، اتصال از طریق وای فای، اتصال از طریق NFC. از طریق تماس دو دستگاه مجهز به NFC به یکدیگر می‌توانند بدون نیاز به جستجو، انتظار و وارد کردن کد آنها را بیدرنگ از طریق بلوتوث به یکدیگر متصل کرد. با استفاده از این فناوری می‌توان با نزدیک کردن یک دستگاه مجهز به NFC به وای فای به یک مسیریاب آن دستگاه را به سرعت و بدون نیاز به تنظیم دستی به یک شبکه بیسیم متصل کرد. کارایی: شنیدن موزیک به آسانی، باز کردن قفل درها به جای اثر انگشت، پرداخت سریع و آسان بدون کارت، دریافت اطلاعات و یا رزرو بلیط در پوسترهای تبلیغاتی دیجیتالی، سیستم حضور و غیاب، به اشتراک گذاری فایل ها بدون سیم، کارت ویزیت الکترونیک، پول الکترونیکی، بازی از طریق موبایل، استفاده به عنوان کارت پرواز، خرید بلیط، استفاده به عنوان کارت شناسایی. مزایای NFC: استفاده آسان، چند منظوره بودن، تولید درآمد جدید، تسهیل استفاده از تکنولوژی‌های مختلف، کاهش انتقال پول نقد، صرفه‌جویی در وقت. نقاط ضعف NFC: ضعف امنیتی: بزرگترین ضعف به دلیل برد کوتاه، باز هم هکرها. از آنجا که فناوری NFC یک استاندارد بیسیم است، مشخص است که در این زمینه بحث امنیتی جلوگیری از استراق سم امواج رادیویی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. دو دستگاه مجهز به این فناوری توسط امواج رادیویی یا RFها با یکدیگر تبادل اطلاعات می‌کنند. در چنین مواردی هکرها قادر هستند با استفاده از آنتن‌های قوی سیگنال‌های انتقالی را دریافت کنند. در حال حاضر تجهیزات بسیاری برای دریافت و رمزگذاری سیگنال‌های رادیویی وجود دارند و دسترسی به آنها کار شاقی نیست.
کمبود مدل‌های تجاری، عدم استقبال مشتریان، عدم استقبال پذیرندگان. سامسونگ و 20% مصرف انرژی کمتر. سامسونگ نسبت به NFC یکی از مهمترین مزایای تراشه محصول مشابه رقبا این است که بدون نیاز به الکتریسیته در نوع خود است که دارای NFC و اولین تراشه کارت حافظه میباشد که به این ترتیب قابلیت ارتقاء از طریق بروزرسانی را خواهد داشت. شرکت BMW بروز کلیدهای چند منظوره‌ای که توسط گروه BMW ساخته شده است به دارندگان این نوع اتومبیل‌ها امکان می‌دهد کنترل کلیه قسمت‌های وسیله نقلیه خود را از باز کردن در گرفته تا روشن کردن خودرو در دست داشته باشند. توسط این نوع کلیدها با نزدیک کردن دستگاه مجهز به NFC وسیله نقلیه می‌تواند از میزان سوخت، موقعیت مکانی و دیگر جزئیات اتومبیل اطلاعات مفیدی به دست آورد. شرکت‌هایی که در ایران از NFC استفاده می‌کنند: ایرانسل و همراه اول و دیگر شرکت‌ها. حالا فیلم‌هایی که NFC درونشون به کار رفته و طی روز از NFC استفاده میشن رو براتون میذارم که ببینید. حالا فیلم دومی که در مورد NFC است رو میذارم.
Cell phones have come a long way over the years. Today we carry one with us everywhere we go. We use them to communicate, as maps, and for 500,000 applications that make our lives easier. So why not use your phone as a wallet too? Smartphones are now being made with technology that makes your transaction at the register as simple as this. This new payment method is based on NFC, Near Field Communication, a system that allows devices to connect with each other at short distances. You've probably seen other forms of this technology in access cards, prepaid transportation fare, even some modern forms of car keys. With this technology, credit cards will soon be replaced by cell phones. How does it work? You download an app like Google Wallet onto your phone. The app securely connects with your bank account or a separate prepaid account you've created, essentially turning your phone into a credit card. At the point of sale, wave it over the reader. A built-in chip transmits a unique, secure identification code, which is exactly what the magnetic stripe on your credit card does. This method makes purchases quicker, lines move faster, and after each purchase, a digital receipt is instantly stored on your phone, making it easy to keep track of purchases. So how popular is this getting? In 2010, there were about 50 million smartphones equipped with NFC capability. iSupply Market Research projects that those numbers will rise to over 500 million by 2015. Major payment companies have developed and continue to come up with the best ways to make paying mobile, allowing their users to pay for everyday goods by phone. Look for this symbol in the checkout line the next time you shop. Years from now, these payment systems will be in every store. This technology will be on every phone across the world, making credit cards all but extinct.